دوستان عزیز، بیایید که درباره تارک نماز از احادیث هم بدانیم. شخصی که نماز صبح را ترک می کند نور چهرهش از بین می رود. شخصی که نماز ظهر را ترک می کند در روزیش برکت نخواهد بود. شخصی که نماز عصر را ترک می کند وجودش ناتوان خواهد شد. شخصی که نماز شام را ترک می کند از استفاده اولاد محروم خواهد شد. شخصی که نماز خفتن را ترک می کند از فایده های خواب محروم خواهد شد. شخصی که نماز جمعه را ترک می کند دلش سیاه خواهد شد. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. شخص بی نماز باید تا حد زندانی شود که توبه کند. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. از شخص بی نماز خوک هم نفرت می کند. امام شافعی رحمت الله علیه. قصداً نماز را ترک کردن کفر است. دوستان عزیز، بیایید وعده کنیم که بعد از این نماز پنجگانه را ترک نمی کنیم و مهربانی کرده ویدیو را از روی ثواب با دوستانتان نیز شریک سازید.